سلام دوست ماسکتویی قشنگم، چطوری؟ امروز میخوایم با هم دیگه بریم ماسکای ورقه‌ای مناسب انواع پوست رو بررسی کنیم. اول شروع میکنیم با اونایی که پوست مختلط دارن. اگه پوست مختلط داری و دوست داری پوستت سرحال بشه، این ماسکا مناسب توه. ماسک ورقه‌ای هولو که به خاطر عصاره هولو باعث میشه لک‌های پوستی از بین برن. ماسک ورقه‌ای 7 ویتامینه کیوی که به روشن شدن پوست خیلی کمک میکنه و خواص زیادی برای پوست داره. ماسک ورقه‌ای گل رز از برند خوب و محبوب سادور که تازه وارد بازار شده و یه پوست نرم و لطیف به تو تحویل میده. ماسک ورقه‌ای شیر بز که دیگه من هرچی ازش تعریف کنم کمه. این ماسک علاوه بر این که آبرسانی میکنه پوست رو، یه سفید کننده خیلی خوب برای پوسته. ماسک ورقه‌ای روغن اسب هم باعث کنترل چربی پوست میشه و از ایجاد جوش ها جلوگیری میکنه. اگه پوست حساسی داری که زود التهاب پیدا میکنه و قرمز میشه، این ماسک ورقه‌ای مناسب توه. ماسک ورقه‌ای بامبو که تسکین دهنده است و باعث ترمیم بافت پوست میشه. ماسک ورقه‌ای بابونه از برند محبوب سنانا که آرامش بخش برای پوسته و ماسک ورقه‌ای استخوان‌دوز از برند خوب ایمیجز که یه ماسک فوق‌العاده خفن با فرمولاسیون ویژه برای پوست‌های حساسه. اگه پوست چربی داری و جوش میزنی و دوست داری رد جوشاتو از بین ببری، این ماسک ورقه‌ای ها به کمکت میان. ماسک ورقه‌ای ویتامین C از برند خوب بیو آکوا، ماسک ورقه‌ای لیمو ترش که همونطور که میدونید این ماسک باعث از بین رفتن لک‌های تیره پوست میشه. ماسک ورقه‌ای پرتقال خونی از برند خوب ایمیجز که ترمیم کننده بافت پوسته. ماسک ورقه‌ای آووکادو از برند سادور که باعث میشه پوست شفاف و روشن بشه و نرم و لطیف بمونه. و ماسک ورقه‌ای برگ کنف که باعث میشه جوش‌های صورت از بین برن. اما اگه پوست خشکی داری و دنبال اینی که با ماسک‌های ورقه‌ای پوستتو آبرسانی کنی، باید بهت بگم که بهترین گزینه‌ها اینجان. ماسک ورقه‌ای شکوفه گل، ماسک ورقه‌ای آناناس که هر دوتاشون به عنوان یه آبرسان خیلی خوب برای پوست عمل میکنن. ماسک ورقه‌ای یخ از برند ایمیجز باعث بسته شدن منافذ باز پوست میشه. و 3 تا از پرفروشترین و پرطرفدارترین ماسک‌های آبرسان که توشون هیالورونیک اسید داره و کار اصلی هیالورونیک اسید هم رسوندن رطوبت به عمق پوسته و این باعث میشه که پوست شما شفاف و درخشان بشه. امیدوارم این معرفی به دردت بخوره.